طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد امروزها در تمام شهر و نواحی ولایت واخوری با وکیلان مجلس ولایتی دایر گردیده ایستاده است. در این ردیف در مرکز فرهنگی بازماروی دهه چیلگزی ملاقات وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد دایرکتور جمعیت سهامی کشاده آسایشگاه زمرد عبدالمؤمن حلیمов با انتخاب کنندگان جماعت‌های کولکند، چیلگزی و لکان دایر گردید. معاون رئیس شهر اصفهان سرورالدین ضیاءالدین زاده ملاقات را افتتاح نموده افزود که امروزها در شهر و دیهات اصفهان برگزاری ملاقات وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد با انتخاب کنندگان ادامه دارد. وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد از حوزه انتخاباتی چیلگزی رقم 14 عبدالمؤمن حلیمov با برابر پیشنهاد معلومات مفصل بابت اجرای نقطه‌های برنامه پیش از انتخاباتی خویش ابراز داشت که تمام کوشش و غیرت خویش را بهر در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های راهنمونسازی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روانه نموده یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ساکنان جماعت‌ها بهر حل مشکلات و معماهای جای داشته کوشش به خرج می‌دهد. من بعد شرکت‌داران ملاقات با خواهش و درخواست بابت بنیاد صنفخانه‌های علاوگی و بنگاه طبی در موضع غزلان، آشخانه در کودکستان، شیفرپوش نمودن بام بینای مکتب، افتتاح نقطه امانتبانک در لکان، گرفتن سرتیفیکت زمین و امثال این به وکیل مراجعه نمودند. عرض و درخواست ساکنان دهه‌های نامبرده به نوبت گرفته شد. در روند ملاقات ساکنان دهات لکان و چیلگزی و کولکند منتداری و عرض سپاس خویش را برای دستگیری‌های همیشگی به وکیل مردمی عبدالمؤمن حلیمov بیان داشتند. مورد ذکر است که سهم و نقش عبدالمؤمن حلیمov در آبادی شهر از جمله سرسبز و آبادگردانی حدود جماعت‌هایی که از آنها وکیل مجلس‌های ولایتی و شهری انتخاب گردیده است بسا کلان بوده. صدها نفر شخصان کمبزاعت و نیازمند از کمک و دستگیری‌های ارزشمند مادی و معنوی این جوانمرد نکوکار برخوردار گشته و از او صدقاً سپاسگزارند. خود همین روز وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد عبدالمؤمن حلیمov 9 نفر یتیمان کل، 53 نفر سابقه‌داران مهنت، نفران بیمار و نیازمندان را عیادت نموده به آنها کمک‌های مادی رسانید. نفران عیادت شده از کمک و دستگیری‌های ارزشمند مادی و معنوی این جوانمرد نکوکار قناعتمند گشته به او صدقاً سپاسگزاری نمودند. باید تذکر داد که عبدالمؤمن حلیمov به جز پیشبرد موفقانه امور سازندگی و بنیادکاری در آسایشگاه زمرد و پرمحصول به راه گذاشتن فعالیت وکیلی مجلس‌های شهری و ولایتی موافق به طلب و درخواست انتخاب کنندگانش در جماعت‌های دیهاتی شهرک، کولکند و چیلگزی و لکان بهر حل و فصل معما و مشکلات جای داشته به طور همیشگی کمر همت بسته است.